که آماده هستیم با آقای اوباما بشینیم گفتگو کنیم. الانم من میگم ما قرار انشالله آخر شهریور بیایم برای نشست مجمع عمومی، آماده هستیم بشینیم با آقای اوباما رو در رو، مرد و مردونه، البته آزاد و در برابر رسانه ها، مسائل جهان رو بذاریم رو میز، ببینیم راه حل چه کسی بهتر است. آیا دعوا سر اینه که مثلا ایران میخواد یه دونه بمب اتم بسازه؟ دیدید داستان درست کردن، سناریو درست کردن، چند تا جاسوس رد و بدل کردن، چند تا از هموطنای ما رو گوشه کنار دنیا دزدیدند، بردن در شکنجهگاه ها و حرفهایی رو رد و بدل کردند و اونها رو مجبور کردند، یه سری اسناد منتشر کردن. همین داستانی که آقا اسناد جنگ افغانستان، خب اینا که همه میدونستن اینا رو، الا اون دروغایی که راجع به ایران میخواستید توش بگنجونید.